من 24 خرداد 24 خرداد تعادل چقدر به 16000 هم به 22. باز این برمیگرده به همون حرفی که زدم. نکن ما همیشه با خودمون روی تعادل میگیم ما خوب بودیم، چرا اینجوری شد؟ باری کلا چرا اینجوری شد؟ این برمیگرده به اون انتقال نگرشه. روی این بیشتر فکر کنید. حالا با هم صحبت می‌کنیم. نه انتقال نگرش نکنید. یه زمانی روی تعادل من وقتی بپرسن چرا یه مجموعه میدم میگم نگرش درستی داره. بعد شما فکر کنید خب پس یه نگرش درستی بدم به مجموعه‌ام، ولی یه سوالی واسهتون پیش میاد که انتقال نگرشی چیه؟ چجوری باید باشه؟ میگم این 80-90% برمیگرده به حرکات، رفتار، طرز فکر ما، یه سری مسائلی که حالا آقا شهرام قدیمیه، یادش بخیر ما با هم یه توی آفیس شروع کردیم تقریبا جلسات هفتگیمون هم. حالا یه سوال دیگه، چیکار کنیم تکثیر مناسب دستش؟ مثلا من مجموعه‌ام دارم میبرم، خب مجموعه خوب داره میره دستم عالیه، ولی تکثیر درستی تو دستم ندارم. مثلا خودم نمیتونم درست تکثیر کنم. این مشکله. تکثیر درست هم احتیاج به زمان داره. شما عرض کن که اگر انتظار نباید داشته باشید هر کسی، هر آدمی، هر شخصیتی یه زمانی طول میکشه تا این سیستم چیزایی درک کنه و متوجه شه. شما فرض کن من بدترین ورودی جدیدی بودم، شهرام یادته؟ من میومدم جلسه هفتگی چیکار میکردم؟ میگفتم که چی؟ بگو. در میرفتم میگفتم که امارای هم مثلا دیر شد مثلا. نکن من یه جایی سیستم رو درک کردم، اونجایی بود که متیاستری اون موقع پلن قدیما دایرکت سلینگشون فرقی نداشت، حالا یه یووی و 3 یووی و اینا $40 پورسان گرفت. خدا شاهد رفتیم میوه خریدیم شهرام، رفتیم عدس برنج خریدیم، رفتیم مرغ خریدیم، اومدیم تو آفیسی که صالح گرفته بود غذا درست کردیم خوردیم فهمیدیم سیستم سوده است. باور کنید خدا شاهده یه جایی اونجا فهمیدم. من یادم یه روزی صالح رو تعادل 30 جوجه گرفت ساعت 3 بعد از ظهر اومد آفیس. بچه‌ها اگر می‌بینید امروز تعادل ما بالاست بدونید که یه روزای خیلی زحمت کشیدیم. اصلا اینجوری نبوده که فرض کنید که از اولش حالا بیا بخواد راحت رشد کنیم یا اینکه مثلا یه سری مسائل اینجوری دستمون هست. میگم وقتی حسین $5 پورسان گرفت فهمید که هنوز 5000 مهدی گرفت، من نگرفتم. صالح جوجه گرفت آورد. من همین رضا و جمشیدی که اینجا دو تا دایرکتای منم و اول فصل به هم نگاه کردیم گفتیم سیستم سوده است. حتما که نباید داریو بنز بخره یا BMW بخره که یارو میتونه نهار بخوره اون موقع. میدونید چی بهتون میگم؟ نه که فکر کنید که حالا ما یه قشری بودیم که نهار نمیتونستیم بخوریم. نه همه زندگیمون شده بودیم کار. وقت نمیکردیم بریم خونه. یه سیگار استیما میگرفتیم چپ سر دعوا میکردیم. و واقعا این چیزا بود. میگم یه چیزایی دست به دست هم داد که حالا خدا هم خواست البته که ما قسمتمون نیروش کنیم. من خیلی به قسمت معتقدم بچه‌ها. واقعا یه چیزی هم هست یه جایی دست میگن ان شاءالله هر کی بگه باید 1 کیلو شیرینی بزنه. چرا؟ چون واقعا معتقدم خدا میخواد. بنده خدا چیکار میکنه؟ اینم خیلی نکته مهمیه. اگر کسی بخواد حتما این منتقد من 26 سالم. ماشاءالله. من 8 ماه 10 ماه از عید من دوستم. من 8 ماه بعد ببینم کی کارو میکنه. سقف اکسکیوتیو. ما اصلا تو سیستم کار نمی‌کردیم و فقط می‌ریم جلسه رفتیم مسخره کنیم. خب میاد بخندیم بریم. و من برادرام نمی‌خواستم وارد کنم که مجموعه بمب اتم بفرسته به خاطر اینکه شک داشتم به کار. تا آقای غفوری از در اومد تو امیرحسین فکر کرده ایشون روزی جدید دادن خاطرش اینه که چرا الان اومدی؟ هیچی آقای غفوری درسش میگیره بعد اومد تو گفتش که خب خیلی ممنونم آقای مختار من حسین غفوریان هستم تعادلم اون موقع تعادلتون 350 بود و از کینو سردر ما اصلا ندیده بودیم و اون اتفاق بود که ما رفتیم همون روز تاریخ ورودمون رو پاک کردیم. ما 5 روزه وارد شدیم. یکی به طرف بریم. این من یه جمله دارم همیشه میگم و بهش اعتقاد دارم. خودم میگم. ببینید وقتی که آدم اعتقاد داره یه حرفی رو میزنه میفهمن دروغ نمیگه. هر کی موند رفت. اصلا شک نکنید اینو. هر کی موند و خواست رفت. برام خیلی اینه رفت داد. یه موقعی نشه نگاه کنید اون بغلی تو لول پایین نشیم بر اومد اولش من یادمه که صالح میگفت میدونی چیه؟ صالح ناکن من کلا فرض میزنم ولی صالح میگفت میدونی چیه؟ بگیم چیه؟ میگفت که من دوست دارم یه ماشین واسه خانومم بخرم این فشیا واسه خودم. میگفتیم چرا؟ حالا یه دختری دوست داشت بهش نمیدادم. میگفت چون که مهندس عمران باید یه سیگار دم دستش باشه یه ماکسیموم واسه خانومش بخره یه فلچی واسه خودش. من تعادلم 2-3 بودی حرف بزن. نگاش کردم گفتم بابا این دیوانه است. ولی سال خیلی بلد بود چجوری حرف بزنه بچه‌ها.
نمیگفت هدف تو چیه، میگفت هدف من اینه. بعد من میگفتم خب سال دیوانه است مثلا جاش خالی اینجا البته دیوانه نیست یا ولی میرفتم با خودم فکر کردم خب سالی که نمیفهمم من چی میخوام مثلا خب پس من هم اینا رو میخوام. این اولین نکته. خدا شاهد 3 ماه نگذشت چش وا کردیم بستیم دیدیم که ساله مثلا با 4 تا کوست هفتش 4 تا ماشین میخره. به علی قسم. سیستم اینقدر سریع جواب میده بعضی وقتا. تو تعادل‌های مختلف دست اون حساب این عادیه. مهم اینه که ببینید که چی واقعا مثلا ناکنید دید لیدرهای من الان اینه که واقعا میگن 90 سال بریم تهران ایران جهان. گفت که این آقای آرش برای همین حرف بزن ما براش بریم کار درسته دیدم که نه چیزم بسر خود خیلی متعادل اینا سر اینه که نگید آخه من چی بگم الان اسم جمعی نماییه عید بارش شده یه سمتش 2000 یه سمتش هم نزدیک 400 از این زیاد بیشتری داره عید اومد یه سمتش با 15 یعنی که دایرکتش اونجا الان تعادلش 17 مثلا این حال پیدا کنید